سلام، فرامرز نهری هستم. امروز میخوایم در مورد یه متریال جایگزین کاغذ دیواری باهاتون صحبت کنم. این متریال خاص فضایی هست که نم و رطوبت دارن، خاص فضایی که نمیخوان زیرسازی انجام بدن، ترک و طبله کرده، دیوار نم داره یا مشکلات اینچنینی یا زیرسازیشون سنگ و سرامیکه. این متریال شما بدون زیرسازی میتونید روی فضاتون روی دیوارها و سقف نصب کنید. تنوع رنگی 10 تا کد رنگی داره و جنسش فومی هست، هیچ چسبی پشتش نخورده، کاملا قابل شستشو هست و چسب به صورت چسب کاغذ دیواری یا اسپری چسب پشتش پاشیده میشه. حتما فیلم آموزشی رو ادامه ویدیو براتون میذارم. این که میبینید کاملا قابل شستشوه، خود شرکت تضمین کرده شما با هر مواد شوینده‌ای میتونید شستشو کنید، ولی ما خیلی توصیه نمی‌کنیم، بالاخره از کیفیت محصول کم میشه. ابعاد این محصول 68 سانت عرضشه و در 3 متر طولشه. نیاز به نصاب نداره، خودتون میتونید نصبش کنید. همینطور که میبینید 10 تا کد رنگی بافته حالت کتون و بافت جین داره. ابعادش هم عرض کردم خدمتتون، 68 سانت در 3 متر با چسب کاغذ دیواری و چسب اسپری نصب میشه. مچ کردن نداره، چسب باید پشت خود متریال بخوره، یووی هست، با آفتاب هیچ مشکل براش پیش نمیاد و کاغذ هم از روی دیوار به این صورت کنده میشه. این متریال خاص فضاییه که میخوان، فضایی هست که میخوان واقعا هزینه مناسبی براشون در بیاد و به اون صورت هزینه نکنن، هزینه نصب ندارن، هزینه زیرسازی ندارن. تا 1 ماه آینده تنوع بسیار بیشتری از این طرح و رنگ‌های پتینه وارد بازار میشه. امیدوارم که استفاده کنیم و لذتش رو ببریم. اینم بگم که این متریال برای فضایی که با کودکان در ارتباط هست میتونه مناسب باشه که ضربه رو بگیره، ضربه سر یا تن رو بگیره و عایق صدا میتونه باشه برای فضایی مثل استودیو یا فضایی که دیوار تیغه های خیلی نازکی دارن پرکاربرده. سوالی داشتین خدمتتون هستیم. مرسی. ریوال پلاس این امکان رو به شما میده که از یه مخروبه یه محیط مینیمال و کاملا جذاب بسازید. از خوشگلی و جذابیت این محصول که بگذریم، هم با چسب کاغذ دیواری نصب میشه، هم امکان نصبش روی تمام سطوح با چسب اسپری وجود داره و قابل شستشو هم هست.